بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و وفقنا للعمل به، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و بحث و گفتگومون در رابطه با تعریف اجتهاد بود به بذل الجهد. عرض شد که در این که متعلق این بذل الجهد یا استفراغ الوسع چیه، سه دیدگاه وجود داشت. یه دیدگاه این بود که بذل الجهد لتحصیل ظن بالحکم الشرعی. قول دوم این بود بذل الجهد لتحصیل العلم بالحکم شرعی، و قول سومم بذل الجهد لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی. نسبت به دو قول اول یعنی تحصیل ظن و تحصیل العلم از کردیم این تعریف مبتلا به اشکال است که یا جامعه افراد نیست و یا مانع اغیار. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و برخی از بزرگان ما با توجه به این اشکالی که بر دو قول قبلی شد تعبیر رو عوض کردن، گفتن بذل الجهد لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی. این فرمایش مرحوم آقای خویی رو جلسه گذشته ما توضیح دادیم. اما اجتهاد که به این معنا باشه یعنی تحصیل الحجه، اینم مبتلا به اشکاله. اول بحث امروز با این است که این تعریف مرحوم آقای خویی و برخی بزرگان مبتلا به این است که تعریف شما هم مانع اغیار نیست، بله جامعه افراد هست اما مانع اغیار نیست. اینو خوب عنایت بفرمایید. ابتدا من جملات میگم، دوستانی که میخوان یادداشت بکنم یادداشت بفرمایید و توضیح میدم. پس تعریف مرحوم آقای خویی یعنی که مانع اغیار نمی باشه، به جهت این که این تعریف شامل تقلید هم می شود. شامل تقلید هم می شود، چون در باب تقلید هم مقلد تلاش می کند به حکم عقل برای تقلید خود یک حجت شرعی پیدا کند. بله شما میگید که اجتهاد یعنی بذل الجهد لتحصیل الحجه. سوال میکنیم از محضر حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه، آیا در باب تقلید مقلد باید جستجو بکند یا نه؟ بله جستجو میکند یک مرجع تقلیدی را پیدا بکند تا به فتوایش عمل بکند. پس او هم داره بذل الجهد میکند تا برای اعمال خودش یک حجت شرعی پیدا بکند. چرا مقلد دنبال تحصیل حجت شرعی که اینا هم یادداشت بفرمایید بد نیست؟ چرا مقلد دنبال تحصیل حجت شرعی که؟ چون عقل میگوید رجوع غیر متخصص به متخصص در هر امری لازم و واجب است و در باب احکام شرعیه نیز عقل حکم می کند که غیر متخصص یعنی مقلد به متخصص رجوع کند که مجتهد باشد. پس هر مقلدی هم در حال چیه؟ بذل الجهد. برای چی؟ بذل الجهد است که تا فتاوای مجتهد را در احکام شرعی به دست بیاورد. پس او هم در صدد تحصیل
حجه می باشد. خب تعریفی که شما برای اشارت کردید چیه؟ بذل الجهد لتحصیل الحجه علی الاحکام الشرعیه. خب جناب مقلد هم در صدد بله تحصیل حجت می باشد، در حالی که به مقلد ما هیچ وقت مجتهد نمیگیم و تعریف اجتهادی که شما کردی شاملش می شود، با حالی که ما مقلد را مجتهد نمیدانیم. این هم اضافه بفرمایید. شاگرد مرحوم آقای خویی، مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه، متوجه این نقیصه تعریف استادش شد. یعنی اگر ما اجتهاد رو تعریف بکنیم به بذل الجهد لتحصیل الحجه که شامل مقلد هم می شود، متوجه این نقیصه در تعریف شده است. در کتاب خودشون دروس فی مسائل علم الاصول جلد 6 صفحه 224، یعنی همین اشکالی که به ذهن ما رسید به تعریف مرحوم آقای خویی، ایشون هم همین اشکال رو تصریح می‌کند. این عبارت یادداشت بفرمایید. ایشون می‌فرماد این تعریف مرحوم آقای خویی شامل تعلم الفتوا لیستند الیه فی مقام العمل، شامل مقلد هم می شود. بله ایشون می فرماید که چرا مقلد تلاش میکند فتوای مجتهد را به دست بیاره؟ چون در صدد این است که در مقام عمل خودش رو مستند به فتوای فقیه بکند. یعنی این عمل من بر اساس فتوای مجتهده، یعنی فتوای مجتهد را حجت شرعی میدونه، در صدد یاد گرفتن فتوای مجتهد می باشه. میگه این تعریف مرحوم آقای خویی شامل بله تلاش مقلد هم می شود. لذا ایشون پیشنهاد میدن، یعنی مرحوم آقای تبریزی، که ما اجتهاد را این گونه تعریف اگر بکنیم از این اشکال مبرا می باشد. ایشون این گونه اجتهاد رو تعریف میکنن. میفرماد ان الاجتهاد هو تحصیل الحجت تفصیلیه، هو تحصیل الحجت تفصیلیه علی الحکم الشرعی الفرعی. خب چطور با قید تفصیلیه؟ میگه اون اشکال بر مرحوم آقای خویی دیگه بر این تعریف ما وارد نیست. چرا؟ تفصیل تلاش نمیکنه، فقط میاد که فتوای فقیه احسن میاد این استنباط میکنه و ببین این تلاش میخوای یادداشتم بفرمید خوبه. علتی که رفع اشکال میشه اینی که تلاش مقلد برای تحصیل حجت اجمالیه هست، اما تحصیل مجتهد برای به دست آوردن حجت تفصیلیه می باشد. پس تفاوت این شده که مجتهد دنبال حجت تفصیلیه هست، اما مقلد دنبال بفرمایید حجت اجمالی است. آقای مقلد هم میگه من به حکم عقل چون خبره نیستم باید به خبره مراجعه بکنم، فتوای او رو به دست بیارم، اما این فتواش به چه خاطر می باشه دیگه ربطی به من نداره. اما به خلاف اون زحمتی که مجتهد میکشه برای به دست آوردن حجت، او به دنبال حجت تفصیلیه است. یعنی اگر از فتواش سوال بکنید تمام مبانی این فتوا رو برات میگه این فتوا به این دلیل به این دلیل به این دلیل می باشد. پس تفاوت بین
تحصیل الحجه مقلد و تحصیل الحجه مجتهد در تفصیلی و اجمالی می باشد. لذا ایشون با این قید تفصیلیه خدمتتون عرض کنم که اومدن اشکال بر مرحوم آقای خویی رو خدمتتون عرض کنم که رفع میکنن. ولکن انشاءالله ما طبق اون تعریفی که خودمون انتخاب کردیم که یک تعریف ترکیبی است از ملکه و این خدمتتون عرض کنم که استفراغ الوسع، میگیم این تعریف مرحوم آقای تبریزی هم یک تعریف جامع و کامل نیست. خب این سه تا تعریفی بودی که برای بذل الجهد کردن. بذل الجهد لتحصیل الظن، بذل الجهد لتحصیل العلم، بذل الجهد لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی بود که هم ادله‌شون رو گفتیم و هم نقدی که بر اینها وارد است. اینجا یک سوال مهمی مطرح می شود. به این سوال اولا توجه بکنیم، بعد ببینیم که پاسخی برای این سوال هست یا خیر. سوال این است که چرا بزرگانی از شیعه و همچنین اهل سنت، بزرگان اهل شیعه مثل مرحوم محقق اصفهانی، آقا ضیای عراقی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی و دیگران اجتهاد رو بفرمایید، اجتهاد را به بذل الجهد تعریف کردن ولی به ملکه تعریف نکردن. یه سوال دیگه میگه چرا این بزرگان اجتهاد را به ملکه تعریف نکردن بلکه اجتهاد را به بذل الجهد. حالا ان شاء الله بعدا میون تعریفی ما میکنیم الاجتهاد هو ملکتون، اما اینا گفتن نه، اجتهاد ملکه نیست، اجتهاد بذل الجهد می باشد. این سوال پاسخ رو اینجور ما نوشتیم، شما هم میخواید یادداشت بفرمایید. به عقیده اینها میگن تعریف اجتهاد به ملکه مبتلا به اشکاله. بله، تعریف اجتهاد به ملکه مبتلا به اشکاله. اشکال چیه؟ میفرماید که کلمه اجتهاد مصدر باب افتعال به معنای خود استنباط کردن حکم شرعی است. بله، اجتهد یجتهد و اجتهاد یعنی چی؟ بفرمایید. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی تلاش کردن. درست شده؟ اجتهاد یعنی تلاش کردن و لذا خود استنباط فعلی از افعال چیه؟ مجتهده. لذا ما باید اجتهاد را به معنای بذل الجهد بگیریم. میگه آقا جان خود اجتهاد چیه؟ میگه اجتهاد مصدر باب افتعاله. اجتهاده یعنی چی؟ تلاش کرد. یجتهد تلاش میکند. اجتهاد یعنی چی؟ تلاش کردن. فعل من الافعاله. پس ما اجتهاد را با معنای فعلی از افعال مجتهد با تعریف کنیم که همون بذل الجهد. ثمره این بذل الجهد چی میشه؟ یا تحصیل الظن، یا تحصیل العلم، یا تحصیل الحجت. پس ما که اجتهاد را به معنای بذل الجهد میگیریم طبق بفرمایید قواعد صرفیه. اجتهاد مصدر اجتهاد اگه معنا کنیم به فارسی یعنی چی؟ تلاش کردن. بذل الجهد استفراغ الوسع. درست شد؟ اما اگر اجتهاد را به ملکه تعریف کنیم، ملکه یک کیف نفسانی است. ملکه یک کیف نفسانی است و از مقوله فعل هست یا نیست؟ و از مقوله فعل نیست، یه حالت نفسانیه. ملکه یعنی چی؟ یعنی یه توانایی درونی داشتن، اما این رو میخواد به کار ببندد یا به کار نبنده. ملکه یه کیف
نفسانیه، در حالی که اجتهاد از مقوله کیف نیست. اجتهاد از مقوله چیه؟ فعل می باشد. درست شد؟ جان اشکال این است که اگر اجتهاد را به معنای بذل جهد بگیریم، مصدر را در معنای خودش به کار بردیم. اما اگر اجتهاد را به معنای ملکه بگیریم، ملکه کیف چیه؟ نفسانیه. این تعریف مباین به مباین است. تعریف مباین به مباین است و تعریف مباین به مباین درست بفرمایید نیست. یعنی چی تعریف مباین به مباینه؟ آیا هم میگی چجوری دو مباینه؟ آقا اجتهاد از مقوله فعله، ملکه از مقوله کیف نفسانیه. شما وقتی دارید اجتهاد را به معنای ملکه میگیرید، یعنی دارید یک مباین را که فعله به معنای مباین تعریف میکنید. دقت کردید؟ تعریف مباین و به مباین صحیح نیست. لذا بیایید از تعریف اجتهاد به ملکه خودداری کنید، بلکه اجتهاد را به معنای خودش بگیرید که فعل من الافعال باشه. اجتهاد به معنای بذل جهده. اینم علت فرار کردن آقایون از تعریف اجتهاد به ملکه است. وجهش اینه، چون میگه اگه اجتهاد رو به معنای بذل الجهد بگیریم، تعریف مصدر در معنای خودش میباشد. اما اگر اجتهاد رو به معنای ملکه بگیریم، تعریف مباین به مباین است صغرا. تعریف مباین به مباین غلط است، پس تعریف اجتهاد به ملکه هم غلط و باطل میباشد. این روح و جان استدلال آقایون در این که عدول کردن از این که اجتهاد را به ملکه تعریف کنن، اجتهاد را به معنای بذل جهد تعریف کردن. این یک وجه. من متوجه اشکال یه مقدار بلندتر بفرمایید. بله بله. اجتهاد عمل جوارحی و خارجیه، یعنی تلاش کردن. اینا فهمیدید؟ ملکه اون توانمندی درونی مجتهد رو میگن، قدرت باطنی رو میگن، آمادگی درونی رو میگن. این رو میگن کیف نفسانی، یعنی مربوط به جوارح و اعمال خارجی نیست. حالا اصل اجتهاد، معنای اصلی و اولیش اجتهاد یعنی چی؟ یعنی تلاش کردن، کار کردن. این یه عمل خارجیه. حالا شما میخواد اجتهاد را از این معنای اصلیش که کار کردن خارجیه، از این معنا عدول بدید، به معنای چی بگیرید؟ ملکه نفسانی بگیرید. بله؟ بگی اجتهاد ملکه است، اجتهاد کار کردن نیست. میگه این عدول از معنای اصلی به معنای غیر اصلیه. این یعنی تعریف مباین، یعنی فعل خارجی به کیف نفسانی که مباین دیگره. میگه وقتی ما میتوانیم کلمه را به معنای خودش بگیریم، چرا باید اجتهاد را به معنای ملکه بگیریم که کیف نفسانیه؟ این تعریف مباین به مباین میباشه. بفرمایید. الان شما میتونید بگه انسان چیست؟ بگه انسان فیله؟ طرف الاشیا به ازداده ها. اما خود شی رو شما تعریف میکنید. اما شما الان میگید که انسان چیست؟ میگیم انسان فرس نیست، اما خود انسان رو تعریف کردی؟ خب اما شما در صدد چی هستی؟ شما دارید یک راه فرار برای خودتون درست میگید. میگیم انسان چیست؟ میگه فرس نیست. خب من میدونم انسان فرس نیست، اما انسان چیه؟ جواب منو دادید؟ نه. خب ما الان داریم میگیم اجتهاد چیست؟ بله؟ شما باید خود معنای اجتهاد رو بگید چیه؟ اجتهاد کار کردنه، تلاش کردنه. اما شما میگی اجتهاد کیه؟ ملکه است. میگه آقا چه ربطی بین ملکه و اجتهاد وجود داره؟ اجتهاد کار کردن خارجیه، فعل من الافعال. اما ملکه یه حالت نفسانیه. بله؟
تعریف یک شیئی که معناش خارجیه به کیف نفسانی، آیا بین فعل خارجی به کیف نفسانی تباین وجود دارد یا ندارد؟ دارد. پس شما دارید تعریف میکنید مباین را به مباین، یعنی اجتهادی که معناش فعل خارجیه تعریف میکنید به ملکه که کیف نفسانیه. تعریف مباین به مباین درست نیست. بله؟ نه این بعدا میگیم اون آثار اون ملکه نفسانی بعدا میشه فعل خارجی، اما خود ملکه یه حالت چیه؟ نفسانیه. شما یک قدرت و توانمندی یه حالت درونیه، سوا اون کانی که اظهار بشه یا اظهار نشه. خب این یه وجه برای اینکه آیون اگر اینجوری ملکه را تعریف کنیم باید درباره خود لفظ مستعید هم که من گفتیم رو کنیم باید کسی باشه در حال اجتهاد کنیم. حالا شما اینو فعلا من دارم طرح اشکال میکنم از اینا. ما خودمون در تعریف اجتهاد بعدا میگیم اجتهاد چیه؟ ملکه است. پاسخ اینا رو میدیم. ما فعلا داریم علت این که بزرگان در تعریف اجتهاد را به ملکه تعریف نکردن، نظرشون اینه که ما اگر به ملکه تعریف بکنیم به این اشکال برمیخوریم. حالا شمایی که بعداً میگین ما اجتهاد را به ملکه تعریف میکنیم، جواب این قطع ایراد و اشکال آقایون رو چه باید بدیم؟ انشاءالله میاد. ما فعلا داریم طرح اشکال میکنیم. به قول حضرات ترکا اللهم بیر یواش یواش ما فعلا طرح اشکال بکنیم، انشاءالله به جوابش هم میرسیم. این یه علت از این که آقایان اجتهاد رو بذل الجهد دانستن، ملکه ندانستن. خلاصه شد ملکه کیف نفسانیه، اجتهاد امر خارجیه. تعریف اجتهاد به ملکه تعریف مباین به مباین است. این صغرا تعریف مباین به مباین درست نیست، پس تعریف اجتهاد به ملکه هم درست نمی باشد. این خلاصه اشکال اول. اما اشکال دوم و وجه دوم برای این که این حضرات حاضر نشدن اجتهاد را به ملکه تعریف کنن، اجتهاد را به بذل الجهد تعریف کردن، اشکال مرحوم آقا ضیای عراقی در نهایت الافکار جلد 4 صفحه 217. خود اجتهاد هم یه فعالیت ذهنی هست. حالا عرض کردم شما اجازه بدید ما وقتش میرسیم میگیم اجتهاد اثر ملکه هست، دقت کردید، یا خود ملکه است. لذا اگه یادتون باشه گفتم ما یک تعریف ترکیبی داریم، یه تعریف ترکیبی داریم. فعلا داریم فرمایش آیون رو مطرح میکنیم. مرحوم آقا ضیای عراقی میگه علت این که ما میگیم اجتهاد یعنی بذل الجهد نه ملکه، علتش اینه. میفرماید که هر مبدعی که در ضمن یک هیئتی وجود دارد، اون مبدع ظهور در فعلیت دارد. ظهور در فعلیت دارد. خب من برگردیم به مباحث اصولی، این بحث ادامه داره، بعدا میگم بنویسید. ببینید شما در اسم فاعل، بله، مثل کاتب، کاتبون، ضاربون، شما یه هیئت دارید. کاتبون میگی بر وزن فاعلون. یک مبدأ دارید که همون کتابت و نوشتنه. درست شد؟ ضاربون یک هیئت دارید، میگه ضاربون بر وزن فاعلون. یک مبدأ انشقاق دارید ولی اشتقاق دارید که ضرب باشه، به اون ضرب میگن مبدأ. دقت کردید؟ خب ایشون میفرماد هر مبدئی که در ضمن یک هیئت میباشد، مثلا ضاربون مبدئی داره به نام ضرب که الان این ضرب در هیئتی قرار گرفته، ضارب فاعلون، میگه این مبدأ ظهور در
بفرمایید فعلیت دارد نه قوه. ضاربون یعنی چی؟ بفرمایید کسی که همین الان مشغول زدن است. کاتبون یعنی کسی که مشغول نوشتن هست. درست شده؟ حالا ادامه بدید. مجتهد هم از ریشه اجتهاد یک مبدعی دارد که جهد باشد، یک هیئتی دارد که مجتهدون بر وزن مفتعلون. بنابراین مجتهد یعنی، حالا بگید، هر مبدعی که در ضمن هیئت باشد اون مبدع ظهور در فعلیت دارد نه قوه. مجتهد یعنی چی؟ بفرمایید. من له قوة الاستنباط بالفعل. من له قوة الاستنباط بالفعل. نه این که مجرد ملکه استنباط را داشته باشد. کسی که مجرد ملکه استنباط دارد ما او را مجتهد نمیدانیم. مجتهد به کی گفته میشه؟ بله، من له قوة الاستنباط بالفعل، یعنی کسی که همین الان مشغول کنشگریه، ادله رو داره میبینه، فتوا ازش صادر میشه. اما کسی که ملکه استنباط رو داشته باشه ما به اون مجتهد بفرمایید نمیگیم. پس اصل این است که مبدع در قالب هیئت ظهور در فعلیت باید داشته باشه، اما ملکه ظهور در فعلیت ندارد، او در قوه دارد. اصل این که مبدع ظهور در چی داشته باشه؟ فعلیت داشته باشه. درست شد؟ پس بنابراین ماها که اجتهاد را تعریف میکنیم به بذل الجهد، بفرمایید ظهور مبدع در فعلیت است. اما شما که اجتهاد را تعریف میکنید به ملکه، مبدع را از اون ظهور اولیش باز می‌دارید که به معنای فعلیت میباشد. اینم وجه دیگری است که مرحوم آقا ضیاء عراقی فرمود رضوان الله تعالی علیه. پس این دو تا وجه رو یه بار دیگه تکرار کنیم. وجه اول، اگر اجتهاد را بذل الجهد بگیریم تعریف مصدر به معنای خودش میباشد. اما اگر اجتهاد را به معنای ملکه بگیریم تعریف مباین به مباین میباشد. میگه ایها العقلا، از شما سوال میکنیم اگر مصدر را به معنای خود تعریف کنیم بهتر است یا مصدر را تعریف کنیم به از باب مباین به مباین. میگه همتون فریاد میزنید که مصدر را به معنای خودش تعریف کنیم بهتره. این وجه اول. وجه دوم مرحوم آزیای عراقی فرمودن اگر مجتهد را به معنای اگر اجتهاد را به معنای بذل الجهد بگیریم مبدع را در همون معنای اصلیش که فعلیت باشه استعمال کردیم. اما اگر به معنای ملکه بگیریم از این قاعده داریم خارج میشویم. درست شد؟ پس همیشه مبدع ظهور در چی داره؟ فعلیت داره. درست شده؟ اما اگر به معنای ملکه بگیریم دیگه مبدع ظهور در فعلیت نداره. مبدع ظهور در چی پیدا میکنه؟ قوه پیدا میکنه. این خلاف اصل میباشد. این دو تا وجهی که آیون بیان کردن. خب میگه شمایی که آمدید اجتهاد رو به معنای ملکه تعریف میکنید، این دو تا اشکال قوی سد راه شماست. خب انشاءالله آستینا رو بالا بزنیم، آرام آرام وارد میدان بشیم، ببینیم پاسخی برای این سوال پیدا می شود یا خیر. اما جواب از اشکال اول. پیش از پاسخ به اشکال اول چند نکته ادبی بیان می شود. عزیزان خوب دقت کنید، مباحث علمی باید آدم علمی ورود پیدا بکنه. اشکالی را آدم مطرح میکنه از طرف یادم تمام جوانب اشکال رو در نظر بگیره، هر چه حرف طرف مقابل است قابلا بیان بکنه، بعد اگر جوابی هست جوابشو
بده. و الان ما طوری این دو تا وجه رو بیان کردیم که انه فرمایشتون درسته، اجتهاد به معنای بذل جهد باشه، نه به معنای ملکه. حالا شما که اجتهاد رو به معنای ملکه تعریف میکنید، پاسخ این دو اشکال رو هم بدید. اما مقدمه اول آن است که چه فرقی است بین مصدر و اسم مصدر. خب آقایون در استدلال اول چی گفتن؟ گفتن اجتهاد چیه؟ معنای مصدری دیگه. خب ما همون معنای مصدری رو باید بگیریم. دقت کردید؟ تفاوت بین مصدر و اسم مصدر. مصدر حاصل معنا و مفهوم یک عمل بدون اشاره به زمان معین و فاعل معین است، به خلاف فعل. خب آقای فیاض همین گفتی، توضیح بده با مثال. چی گفتیم؟ مصدر حاصل معنا و مفعول یک عمل. همین یک مثال بزنیم. عقل یعنی چی؟ الان داره اشاره می کند بله به حاصل یک معنا و مفعول یک عملی. عقل یعنی خوردن. اما چه زمانی؟ نیست، زمان نیست و فاعل هم نیست. اما حالا بگو اکل زیدون خبزا. پس فرق بین مصدر و فعل اینه، مصدر فقط اشاره به عمل دارد، اما این عمل در چه زمانی معنا نداره. چه بفرمایید فاعلی کار ندارد. اما به خلاف فعل علاوه بر دلالت بر حدث و عمل می کند، زمان عمل رو مشخص میکنه، فاعل عمل رو هم مشخص میکنه. اکل یعنی اکل زیدون خبزا یعنی دیروز خورد، یاکلو یعنی آینده، کل یعنی الان بخور. درست شد؟ هم فاعل معینه هم زمان معینه. اما اسم مصدر اسمی است که دلالت بر نتیجه و اثر بفرمایید عمل می کند. درست شد؟ یادتون هست لمعه میخوندید که یک وضو داریم یک وضو داریم. گفتن یکی مصدر است، دیگری اسم مصدره. یکی خود اون شستن رو میگن غسل و غسل. غسل و غسل. غسل مصدره، غسل اسم مصدره. غسل اون شستن رو میگن. اما اثر اون شستن که طهارت باشه ما بهش میگیم غسل، اسم مصدر. این یک مقدمه، فرق بین مصدر و اسم مصدر. مقدمه دوم خیلی دقت بیشتر بکنید، چون با کلمه اجتهاد ما کار داریم. دقت کردید؟ چون آقایان تکه میگن اجتهاد چیه؟ مصدره. مصدر به معنای چیه؟ بله عمل خارجیه. اگه اجتهاد رو به معنای کیف نفسانی ملکه بگیریم، تعریف مباین به مباین میشه. پس یک گریز دادیم، فرق بین المصدر و اسم مصدر. مقدمه دوم، مشتقات وصفی چند نوع می باشد؟ آیش هست چی دار میگیم؟ مشتقات وصفی. مراد از وصف یعنی اسم فاعل و اسم مفعول. دقت کردیم؟ مشتقات وصفی انواعی دارد. یک، برخی مشتقات مبدأ در آنها به نحو فعلیت است. مبدأ در آنها به نحو فعلیت است. مثل ضاربون
شاربون آکلون. خب شارب به کی گفته میشه؟ من له فعلیتش شرب، کسی که همین الان مشغول نوشیدن باشد. آکلون من له فعلیت الاکل، این یک نوع. دو، برخی مشتقات مبدأ آنها قوه، ملکه، حرفه یا صنعت می باشد. در این قسم از مشتقات، بله، در این قسم از مشتقات اعم از این است که مبدأ به فعلیت باشد یا به فعلیت نباشد. مشتق صادق است. حالا یکی که میگه شما تعریف کنید. مثل نجار، مثل طبیب. خب واسه من تو طبیب تعریف کن. من له قوة طبابه. اهم از این که فعلا تو مطب نشسته باشد یا تو خونش خوابیده باشد. هست یا نیست؟ بله؟ کسی که تو خانه باشه بهش میگیم طبیب. معلم، نجار. درست شد؟ کسی که حرفه نجاری رو دارد. اهم از این که الان خاطر که چکشی داشته باشه، داره کار نجاری انجام میده یا تو خونه خوابیده باشه، بهش نجار میگیم یا نمیگیم؟ پس ما دو جور بفرمایید مشتقات وصفی داریم. بعضی مشتقات وصفی داریم که مبدأشون ظهور در فعلیته، اما بعضیشون نه، اینا ظهور در همون ملکه و قوه دارن. اهم از این که بالفعل باشن یا بالفعل نباشن. این هم نکته دوم. خب اذا عرفت هاتین المقدمتین فعلا، وقتی به این دو تا مقدمه توجه بکنید، یه سوال میکنید، جوابشو فردا شما بدید. یادداشت بفرمایید. سوال ما از این بزرگان آن است که آیا مجتهد از مشتقات وصفی قسم اول است یا از قبیل قسم دوم می باشد؟ مجتهد به کی میگن؟ ولی آیه چی میگفتن؟ بذل جهد. دقت کردین؟ یعنی گفتم مبدأ ظهور در فعلیت داره. کسی که ملکه اجتهاد داره به اون مجتهد نمیگن. فردا انشاءالله میخوام بحث بکنیم که آیا مجتهد از کدام یک از دو قسم بفرمایید مشتقات وصفیه، از اون قسم اولی که مبدأش ظهور در فعلیت دارد یا از قبیل اون مشتقاتی است که مبدأش ظهور در ملکه و قوه دارد، حرفه هست. دقت کردید؟ اهم از این که بالفعل باشد یا بالفعل نباشد. کدومه؟ به مقتضای قواعد ان شاء الله فردا پیش بریم و جواب اشکال اول این آقایون رو خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعوای علمی با هم میکنیم و مباحثه هست، ان شاء الله به یک نتیجه خوبی خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. از حضور گرم آقایونی که از فضای مجازی ما را همراهی میکنن هم صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم. این یک مباحثه طلبگی است، دور هم هفته دو روز میخوایم جمع بشیم